افغانستان 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 افسانه ساز افسانه ها گنج میان ویرانه ها فریاد سبز فرزانه ها زخمی دست بیگانه ها پیروزی از آن ماست پیروزی از آن ماست پیروزی از آن ماست پیروزی از آن ماست با خود خسته اما به پیش با دست بسته اما به پیش با عزم محکم اما درست دلها شکسته اما به پیش پیروزی از آن ماست پیروزی از آن ماست پیروزی از آن ماست پیروزی از آن ماست افغانستان 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 کشور تاریخی و باستان سرزمین قصه و داستان وطن وطن جان بر قربان به نام میوه میدان دیگر مباش مایوس و پریشان پیروزی از آن ماست افغانستان 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 افسانه ساز افسانه ها گنج میان ویرانه ها فریاد سبز فرزانه ها زخمی دست بیگانه ها پیروزی از آن ماست پیروزی از آن ماست پیروزی از آن ماست پیروزی از آن ماست با پای خسته اما به پیش با دست بسته اما به پیش با عزم محکم اما درست دلها شکسته اما به پیش پیروزی از آن ماست
پیروزی از آن ماست. سلام خوبی؟ بخیری؟ از کدام منطقه اومدید؟ طرفدار کدام تیم است؟ امشب چطور بود بازی؟ خوب بازی بود؟ آیا تیم میلاد کاکری در آخرین دقایق گل خواهد زد؟ اینجا خطرناک. چطوری خوبی؟ سعدمند. بازی چی رقم بود؟ بسیار عالی. طرفدار کدام تیم بودی؟ هر کدام مبارک. چگونه بود بازی امشبتان؟ بازی ما بسیار بازی جذاب دیدنی بود که تماشاچی ما تماشا می‌کنه. تیم مقابلتان کدام تیم بود؟ میلاد کاکری بود و مقابل آینده سازان پیام جوانان می است که بسیار بازی دوستانه آرام بسیار با اخلاق بازی کنند. بازی خوش معرفی بکنیم. سلام علیکم، وقت شما بخیر. از طریق برنامه شما به تمام بیننده های شما سلام تقدیم میکنم. من اسدالله هستم، مربی تیم آینده سازان خواجه کنتی که امروز بازی برگشتی ما بود در مقابل میلاد کاکری که بچه‌ها بسیار تلاش و زحمت کشیدن و توانستیم به راهی فاینال بریم. چند گل در مقابل میلاد کاکری شما برنده شدین؟ سلام، وقتت بخیر. شما خوب هستین؟ بخیر باشین. میشه خودتان رو یک معرفی بکنین؟ ما محمد نبی هستم، سرتل کاکری. محمد نبی جان، چی رقم بود بازی با تیم مقابل امشب؟ انشالله بازی ما خوب بود با تیم آقای میرویس. همراه تیم آقای میرویس. چند بر چند؟ 4 بر 7 بود. 4 بر 7 باختین.